درود. از بس که ویدیو زیادی گرفتیم در برنامه امروز قسمی زیادی را به خود شما دادیم. بعداً درباره آن بحث میکنیم آیا باید مردها هم برای رفتن به نزد تنفروشان جزا بگیرند یا نه. ویدیویی را که میبینید داخل هفته گذشته از مسکو فرستادند. اینجا کارمندان آمان و یا نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه آمدند. برای چی؟ خود مؤلف ویدیو میگوید. مسکو авиамоторный метро ماشتاش امر بابا برده استان اینا مجموع برمدان امر یک تا پرورکا دکومنت. مؤلف ویدیو هدف از فرستادن ویدیو را هم به رادیو آزادی شرح داد. خونه ما رو با اون وزارت و پرزیدنت خودمون همه شف همین فهمونه که مهاجرین نمیخوان خیلی جلب کرده استان. این یکم بار نیست اوخی. یا چهار شبینه نخی. ایشو مرده است، ایشو زده استان، ایشو گشتا برده استان، ایشو دیپور کرده استان. ولی وجا حال تاجیک نمیدونن که بیچاره اینجا چی حال دارن. خود شما هم میدانید که چگونه مهاجران تاجیک در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان سهمی بزرگ دارند و در پیشرفت دهه و ناحیه‌شان نیست. ویدیویی را که میبینید از دهه گلستان یاوان فرستادند و گفتند که برای ساختن این را مهاجران هم پول میفرستند. در ناحیه یاوان دهات گلستان جماعت آبشاران با دستگیری خلق، مردم، مهاجران. اما بخت ساکنان دهه تزگر در ناحیه وحدت مثل بخت ساکنان گلستان یاوان بلند نبوده است که مجبورند هر روز گرد و خاک ماشین های باربری را نفس بگیرند که از نزدیکی دهه سنگ و ریگ میکشند. خودشان میگویند که چی روزه دارند. یا تزگری بلو کاری را بین تمیر شاه و روز خواه نداریم باور که چنگ دوده بینه. چنگ نگه مردم حالی مردم نگه بینه. اگه اون کس با دود مردم هم نمیرسه. از ویدیوهای شما میگذاریم به بحث شما و اندیشه و عقیده های شما که واقعا هر روز در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام میگذارید و هم در صفحه ما در فیسبوک و هم azadi.org. بحثی اساسی این هفته در شبکه‌های اجتماعی و یا وبسایت رادیو آزادی درباره رد شدن پیشنهاد برای جزا دادن مردانی بود که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند. فرزان 9090 در این باره در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام چنین نوشته است: زنها را برای تنفروشی جریمه میکنند. چرا مردان جریمه نشوند؟ مردان زنها را استفاده میبرند، نه اینکه زنان مردان را. برای مردان اجازت هست که معیشت کنند، اما زنها برای معیشتشان جریمه میسپارند. کاربر با نام صدر اس هم طرفدار بوده است در تاجیکستان مردانی را که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا بدهند. و قول او اگر جزا برای مردان نیز پیش بینی شود شاید این کارها از بین رود. اگر مردم بترسند به این کارها دست نزنند پس تنفروشها به کی در کارند؟ کاربر با نام پسیکولوگ در وبسایت رادیو آزادی نوشته است: هستند زنانی که از کار خوب ولی معاشش پست رو میگردانند و به این کار سردرآمد مشغول میشوند. هستند زنانی با شرف که با کار وزنین روز میگذرانند ولی تنفروش نمیشوند. در این مسئله نه فقط جنبه اقتصادی بلکه جنبه اخلاقی هم نقش مهم دارد و مشکل است پیچیده. شما هم خاموش نباشید، نظرتون را بگویید، چه در وبسایت رادیو آزادی چه در صفحه‌های ما در فیسبوک و یا اینستاگرام. صدایتون را هم ثبت کنید و با این رقم ها از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر و یا ایمو بفرستید. البته ارسال ویدیوها را نیز از یاد نبرید. تا دیدار در برنامه دیگر.